میخوام جادارترین، خوشگلترین کیف لوازم آرایشی رو بهتون یاد بدم که میتونید به عنوان جامدادی هم ازش استفاده کنید و ایده مناسبی باشه برای کسب درآمد. پس تا یادت نرفته دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو هم روشن کن تا از آموزش‌های جدید با خبر بشی. برای انتقال طرح من اومدم از این لایه‌های آبشور استفاده کردم که میام لایه آبشور رو روی طرح هم که روی گوشی هست انتقال میدم. نور گوشی رو هم روی حالت زیاد میذارم، یعنی پرنورترین حالت ممکن. بعد لایه آبشور رو روش قرار میدم و با مداد به این صورت طرحم رو کپی میکنم. بعد طرحم که کپی کردم من اومدم اینجا قبلش روی کیف انجام دادم که حالا برای آموزش هم روی نمد انجام میدم تا قشنگ متوجه بشید. برای کچیدوزی پاندامون به 4 رنگ الیاف نیاز داریم: سفید، مشکی، قهوه‌ای و سبز و همینطور سوزن سایز 40 مخصوص کار کچه. طرحمون رو به این صورت روی پارچه میچسبونیم و بعد از الیاف رنگ سفیدم به این صورت کم کم بر میدارم و قسمتایی که باید سفید باشه رو به این صورت با نوک سوزن الیاف رو میزنم و رنگ سفید الیافم رو تو این قسمت ها پر میکنم. دقت کنید الیافتون رو که برمیدارید خیلی کم بردارید که بتونید جزئیات کارتون رو با دقت بیشتری کار کنید. یه دفعه یه عالم الیاف رو داخل طرحمون نمیذاریم چون خطوط رو گم میکنیم. دقیقاً مثل نقاشی میمونه که شما با مداد رنگی داخل طرحتون رو رنگ میکنید، ولی اینجا ما با استفاده از الیاف و سوزن مخصوص کار کچه داخل این طرحمون رو با استفاده از اون رنگایی که روی طرحمون هست قسمت‌ها رو پر میکنیم و بهش نما میدیم. دقت کنید حتما الیاف رو خیلی کم بردارید تا بتونید اون قسمت خطوط و جزئیات کوچیک رو تسلط داشته باشید و خطوطتون رو گم نکنید و بتونید راحت طرحتون رو انتقال بدید. برای تهیه لوازم هم من آدرس سایت رو تو قسمت کپشن براتون میذارم که بتونید خریدتون رو انجام بدید. اگر شما به این هنر علاقه دارین یک بار ابزار رو میخرید و همیشه اون ابزار رو دارید و میتونید ازش استفاده کنید. بقیه قسمت ها هم به همین صورت پر میشه. من یه چشمش رو کار کردم، اون یکی چشمش هم دقیقا به همین صورته و قسمت تنه بدن پاندامونم به همین صورت الیاف مشکی رو قرار میدیم، قسمت دستا و بالا تنه و الیاف سفید رو قسمت شکمش کار میکنیم و همینطور پاها و گوشاش رو هم با الیاف مشکی پر میکنیم. برای قسمت شاخه درخت هم شما از الیاف قهوه‌ای میتونید استفاده کنید و برگ و جزئیات دیگر رو هم به همین صورت کار میکنید. خیلی راحته، فقط کافیه که شما با دقت بیشتر این کار رو برای شروع کار انجام بدید تا تسلط کامل رو روی این هنر به دست بیارید. برای قسمت دهنش هم از الیاف رنگ مشکی یه لایه خیلی نازک برداشتم و قسمت دهنش رو به این صورت درست کردم. این طرح‌ها رو هم میتونید شما از گوگل و پینترست برای خودتون دانلود کنید و داشته باشید. حتما هم سعی کن از طرح‌های ساده برای شروع کار استفاده کنید. ادامه این آموزش که دوخت کامل کیف آرایش هست رو براتون توی پست بعدی میذارم. اگه از این هنر خوشت اومده و دوست داری که تو هم این هنر رو یاد بگیری، پیج منو فالو کن و کارهای دیگه‌ای که با این هنر کچه میشه انجام داد رو توی پیجم ببین. این پست رو هم برای کسی بفرست که دوست داره از این هنر به درآمد برسه.